نامه 4. کسی با درختان سخن نمیگوید. 30 دی 1381. غمگینم خانم رنگین کمان. ظهر امروز گربه ای را در خیابان دیدم که یک پا نداشت. با چشمان قی کرده کنج پیاده رو نشسته بود و پنداری قدم عابرانی را که از مقابلش می‌گذشتند شماره می‌کرد. تنهاییش از دلتنگی من بزرگتر بود. کنارش نشستم و سعی کردم از چشم او دنیا را ببینم. دنیا ترسناکتر از آنچه هست شد. گربه را نوازش کردم. به نشانه سپاس خرخر ملایمی کرد. گربه ها با نان نوازشی سیر می شوند. نمی دانستم تا به حال کسی او را نوازش کرده بود یا نه. شاید در گذشته صاحبی داشت که نوازشش می کرد و نوازش من خاطرات دور روزهای شیرین خانگی بودن را برایش زنده می کرد. احساس کردم که خرخر این گربه هم می تواند دلیلی برای ادامه دادن این زندگی باشد، مثل نگاه مادرم که دلیل زنده بودن من بوده و هست، مثل لبخند تو که مرا در مقابل مرگ رویی نمی کند. یادم آمد هنوز موجودی در جهان هست که به محبت در حد یک خرخر واکنش نشان دهد. گربه ها می توانند انسان بودن را به انسان ها یادآور شوند. شاید برای همین است که من کنار آن گربه سنگ شده بودم. دسته ای از کودکان با قیل و قال از دبستان برمی گشتند. گربه از صدای آنها ترسید و فرار کرد. کودکان گربه را دنبال می کردند و او می دوید و می دوید و می دوید. تنها با یک پا می دوید و گاهی زمین می خورد تا بالاخره در دریچه پارکینگ خانه‌ای ناپدید شد. بچه ها خندان به سمت خانه های خود رفتند و من با تمام اندوهم در خیابان تنها ماندم. کودکان هنگام دویدن به دنبال آن گربه به گله‌ای از سگ‌ها میمانستند. کودکان گناهی نداشتند. ما به آنها آموخته ایم که باید دنبال گربه ها کرد و به قمری های شهری سنگ پراند. سال هاست که انسان با پرندگان رفاقت نمی کند. کسی با درختان سخن نمی گوید. انسان امروز به درختی تناور اگر دست می زند، با خود می اندیشد که می شود با آن در محکمی برای خانه ساخت. با دیدن کبوتران احساس گرسنگی می کند. روباه و گرگ را شبیه پالتو پوست می بیند. اشتهایش از دیدن عبارت تهوع آور کباب بره تحریک می شود، نه وجدانش. کسی فکر نمی کند که برای تهیه کباب بره نوزاد موجودی را سر بریده اند پیش از آن که جهان را بشناسد و مزه علف را بچشد و دویدن در چراگاه را تجربه کند. کسی به این چیزها نمی اندیشد. نه، اشتباه نکن. به بودا علاقه‌ای ندارم. بودایی های هند ساعتها در ترافیک میمانند، تنها به این دلیل که گاو مقدسی وسط خیابان به خواب رفته و کسی دل بیدار کردنش را ندارد. این کار حماقت محض است. دوستی با موجودات دیگر
با برده آنان شدن فرق دارد. اولی انسانیت است و دومی حماقت. پیش از این به تو گفتم که شعرهای سپهری را دوست نمی دارم و تو از من رنجیدی. دلیلش را برای تو می گویم. سهراب گاهی از مهربانی زیاد دچار خودکامگی می شود. خیلی از خودکامه های جهان انسانهای مهربانی به نظر می آمدند. ظاهر مهربان بسیاریشان را هر دو بارها و بارها دیده ایم. شاید سهراب هنگام نوشتن این سطر که هر کلاغی را کاجی خواهم داد به فکر کاجهایی که نمیخواستند برده‌وار به کلاغ‌ها بخشیده شوند نبوده است. سهراب در جای دیگری می نویسد که من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. این شاعر با قفس مشکل ندارد. نمیپرسد اصلاً چرا باید قفسی در کار باشد. نگران جای خالی کرکس ها در قفس هاست. من نمیتوانم با این شاعر کنار بیایم. من به فکر شکستن قفس ها هستم. زندگی با رویا فاصله دارد. اگر گل یاسی به گدا بدهیم با آب دهان یا ناسزا از ما استقبال خواهد شد. من میدانم خیلی از این سطرها معنای نمادین دارند. من نمیتوانم با فرهنگی که پشت آنهاست کنار بیایم. برای همین دوستشان ندارم. من خاطراتی که این و آن از زندگی سهراب نقل کرده اند شنیدم و میدانم که عمیقاً انسان بوده، ولی در هنگام نوشتن مثل بسیاری عدالت را رعایت نمی کرده. ما از زندگی حافظ چیزی نمی دانیم. کتاب از کوچه رندان هم تنها یک متن خیال پردازانه است، نه حیات نگاری منسجم. آنچه ما را به حافظ علاقه‌مند می کنند این شعرهای سرکش و ظلم ستیز عاشقانه اند. ندانستن این که مثلا رفتارش با شاگردان دیگر نانوایی چگونه بوده. امروز دیگر هنرمندان در خانه‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند و بدا به حال هنرمندی که زندگیش به هنرش نزدیک نباشد. از بین شاعرانی که من دیدم تنها شاملوی بزرگ مانند شعرهایش زندگی می‌کرد. باقی حضرات تنها هنگام نوشتن شعرهایشان شاعرند. در کتاب‌ها از خود اسطوره‌هایی ساخته‌اند و خود کوتوله‌ای پیش نیستند. من می‌خواهم با تو بر سیاره سوم منظومه شمسی زندگی کنم، شبیه شعرها و نوشته‌هایم. در کنار موجودات دیگر و بدون آزار دادنشان. در خانه ما از مگسکش خبری نخواهد بود، همچنان که از تل موش و تفنگ و تیر کمان. پسمانده برنج های سفره من را با پرندگان قسمت می کنیم و اگر کودکی داشته باشیم به او می آموزیم که به جای سنگ پراندن به گربه ها نوازششان کند. کودک ما نیز همین را به کودکش خواهد آموخت. شاید کودکی که به گربه ها سنگ نمی اندازد در چشم انسانهای آن روزگار قدیسی باشد. شاید اصلاً در آن زمان دیگر جانور و گیاهی بر جای نمانده باشد. من از این فکر هراسانم.
نمیتوانم تصویر آن گربه را که وحشت زده و با یک پا می‌دوید از ذهنم پاک کنم. نمیتوانم به چیزهای خوب بیندیشم، به آسمان آبی و جهان شاد و دروغ‌های دیگر. تنها یک چیز مرا به آینده امیدوار می‌کند، آن هم علاقه‌ام به توست. میدانم انسان‌های قرن‌های پیش رو هم اگر یکدیگر را دوست بدارند به اعمال هم خواهند اندیشید و برای نجات خود فکری خواهند کرد. بخش تاریک دانش بشری که نابودگر جهان است تا کنون نتوانسته عشق را فرموله کند و این امید بزرگی است. شاید انسان سالهای پیش رو به انسانیت از دست رفته‌اش بازگردد و دوباره با درختان به سخن درآید. شاید من و تو هم نقشی در این بازگشت باشکوه داشته باشیم. شاید همین نامه‌های عاشقانه ضامن نجات جهان باشند. پس دوستم بدار که دوستت می‌دارم. خانم رنگین کمان.